بیشتر یک ویدیو را روان کردم. یک نفر به نام زیایی معروف است، میشناسین شا، به نام عبدالقادر طلبک، که بسیار دعوا میکنه که قرآن خوانده است، انجیل خوانده است، تورات خوانده است، یعنی کتاب های آسمانی را همش خوانده است و آماده است یک کتاب دیگر از همه این کتاب ها رو بردار کنه. یعنی به این معنا که بعضی آیات ها را خط میزنیم و بعضی آیات ها را قبول میکنیم. و بعد از اینکه کتاب تکمیل کرد، آماده کرد، مردم به سوی همون کتاب دعوت کنه. همچنین دعواها هم داره. میگه 5000 کتاب خوندم. حتی همون ژورنالیست میپرسش که تو نماز میخونی؟ میگن نه من نماز نمیخونم. یعنی بعد از 5000 کتاب خواندن به خلاصه آمده است که علم از عبادت بالاست، به همین خاطر دیگه نماز نمیخونه. میگه من میفهمم، میدانم. مشکلی این به نام ضیائیان در این است که، البته مشکلی اینها زیاد است، ولی یکی از مشکلیشون در این است که اینا ادعا میکنند که ما قرآن خواندیم، ما حدیث خواندیم، ما تاریخ اسلام خواندیم. همین ادعا را دارن، ولی کمترین وسیله که انسان به قرآن، انسانی که ادعای علم و دانش میکنه و میگه من قرآن همه چیزش میفهمم، کمترین وسیله این دانستن زبان عربی است. اینا زبان عربی را نمیدونن، کمترین وسیله شایی. ولی بمانو تفسیر شا، اصول تفسیر، علوم قرآنی، مطلق و مقید و محکم و متشابه و اسباب النزول، ولی تفسیر لغت و تفسیر عقیده و تفسیر اثر و این چه بمانو طرف. کمترین وسیلهش دانستن زبان عربی است. همجا یک آیت میخونه، میگه که در سوره حجرات است، انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه. این بی سواد است، همون آیت نادرست میخونه، میگه انما المؤمنین اخوه. انما المؤمنین اخوه. سه کلمه، یک آیتی پرام نه، سه کلمه از قرآن میخونه، هم سه کلمه را باید چه اشتباه میکنه. با ادعا داره که من میتونم که قرآن از قرآن، یعنی بعضی آیاتش خط میزنیم، بعضیش قبول میکنیم و مردم دعوت به سوی کتابی نو میکنیم و دین جدید میخواه. یعنی متاسفانه این مردم به حد احمق شدن، جاهل شدن. آخه کفایه است دیگه، مردم تا چند نفرتت میکنن. آخه هر کس همو اندازه خودت بشناس. معلوم است که تو جاهل هستی، بی سواد هستی. علم تو درباره دین، درباره بخصوص قرآن به مانند شخصی هست که همین تری را ایقاقی فرق نمیکنه، شیرینی را از تلخی فرق نمیکنه، سیاهی را از سفیدی فرق نمیکنه. تو یک شخصی هست که حق باطل همه را آمیخته کرده ای. با میگه من مسلمانم، مرا جنازه کنی. یک نوارش میگه من مسلمان، جنازه کنی. بعد این حرف ها جنازه به تو چی فایده داره دیگر؟ چی فایده داره وقتی که یک عمر علیه دین مبارزه بردی، علیه اسلام مبارزه بردی، دیدی که میدان خالی است، دیدی که مسلمان ها ضعیف هستن، هر چیزی میخواهی میگی؟ از برای خدا کمی شرم کن، کمی حیا کن. آخه علما و دانشمندایی هست که در عمرشون بعد فنا شد در تعلیم قرآن. چی درد داری؟ الله هدایتت کنه. راستی من این برام زیایا را که میبینم، هم یک قصه به یادم میآید. یک قصه، نمیدونم این مولوی روم در مثنوی آوردگی است، از همین زبان استادا میشنیدیم. میگه یک وقت در یک جا سیل میآید، یک سیل میآید، در آب سیل میآید، در یک نهر، در یک دریا بگیم. سیل میآید، یک ماهی را پیش میکنه، میاره در یک چقری میپرتاید، یک چقری. و آب میگرده میروه، با اما ولنه میاره شو با میگرده میروه، دم چقری میافته. در اون چقری یک قورباغه زندگی میکرده است، قورباغه. بعد ماهی با همون قورباغه در همون جا مجبور میشود دیگه زندگی کنه. این قورباغه که غیر همون چقری خودش دیگه یگان جای دیگر را ندیده است، دریا را ندیده است، اوکیان را ندیده است، بحر را ندیده است. بعد دیگه با همون چقریکی که در همون وطن خودش، همون چقریک، همون چقری آب، یعنی هم باطلاقچه ده، همونجا ده همین افتخار میکنه دیگه. این طرف شینا میکنه و طرف شینا میکنه. طرف ماهی میگه دیدی وطن دیدی؟ وطن دیدی میگه. خیلی ماهی بیچاره چی بگه دیگه؟ بیچاره مجبوره که دیگه با همین قورباغه انس بگیره و صبر کنه. بعد یک مدت پس دیگر که وقتی همون آبا بلند میشون و سیل میاد و ولنک میآید، همون آب که میآید، با بالای همین چقری را پر میکنه. بعد ماهی طرف قورباغه میگه که بیا که دستت یک رفتیم وطن نشانت بتم، رفتیم بیا وطن نشانت بتم. بعد دستش میگیره و با کم کم میروند طرف همون نهر میروند. وقتی میروند تو چند میروند قورباغه دیگه میترسه. بعد ماهی طرفش میگه که بیا اخی تو به همون وطنت مینازیدی کو، افتخار میکردی کو، بیا وطن نشانت بتم.
ای عبدالقادر طلبک، بیا ای دستت بگیریم یک بار کتابخانه بریم، یک بار کتابخانه بریم. به خدا قسم تو به حد بی سواد هستی که 3 کلمه از قرآن درست خواندن نمیتونی، درست خواندن نمیتونی. ما در اختصاصی تو با تو بحث نمیکنم، شاید در اختصاص تو از ما بهتر هستی، من بحث ندارم. ما در اختصاصی تو با تو بحث نمیکنم. یک زمانی بعضی چیزهای خوب داشتی، بعضی چیزها را ترجمه میکردیم. ما در رمضان سحرخرک که میشد بعضی چیزها را تماشا میکردیم، ترجمه میکردیم بعضی معجزه های قرآنی را. چی بلات زده است؟ چی درد داری؟ آخه چی درد داری؟ دیدی که در مسیر تاریخ 1400 سال 1443 سال شد، چقدر علیه اسلام جنگیدن، همه قدرت ها با همه ثروت و قدرت و امکاناتی که داشتن علیه دین زدن. ببین همشون گم شدن رفتن. چی لازم است؟ عمرت به جای رسیده است، 55 5 سال دیگه 60 ساله میشی، آخه مرده میروی، فقط پیش خدا میری، چی جواب میگی؟ قسم به الله اگر به همین عقیدت از دنیا بری تو مسلمان نیستی. تو آشکار میگی که این آیات های دروغین، 100% این ارتداد است، تو از دین خارج میشی. این بگذار ترا شاید ترا اون مولاد نگن، ولی من میگمت. بله زان کلامی تلخ میگویم تو را تا به تلخی ها فروش گویم تو را. باید کوشش کن، اصلاح کن، از خدا بترس. بس از دیگه مردم مسلمانن، مردم توهین نکن، تحقیر نکن. و مقدس ترین مصدر دین این قرآن است. وقتی قرآن تو دروغ میگی، وقتی که اعراب گفته، اعراب کی بود؟ آنهایی که اومدن ما را مسلمان کردن، اونها همون حضرت عمر رضی الله عنه بود. در جنگ القادسیه فارس ها شکست خوردن و قدم به قدم به سالهای بعدی اسلام به منطقه های من و شما آمد رسید و این مسلمانان ما و شما که هستن اسلام به جان و دل قبول کردن. این تاریخ است، نمیشه تاریخ تکذیب کرده. متاسفانه بعضی کتاب‌های تاریخ خواندن، ولی برای اینکه کتاب‌های تاریخ به خصوص تاریخ‌های اسلامی را بخونین، در قدم اول شما باید اصطلاح بخونین، مصطلح بخونین، خبری دروغ و صحیح باید جدا کرده بدونین. همین هر چیز کتابی تاریخ اومد بعد دیگه میگیریش، او برای تو قرآن است یا صحیح بخاری است. متاسفانه این مردم همین درد دارن. یک نفر از یک دانشمند میپرسه، من این گپ برای بعضی زیایای میگم که بسیار زحمت میکشن، کوشش میکنن، بیهوده زور میزنین، میانتان میشکنه، مرده میروین ولی اسلام باقی است، دین باقی است، قرآن باقی است. بله میگه از یک دانشمند میپرسه که چی دلیل داری که اسلام بر حق است؟ میگه دلیلم همین است که تمام دنیا با همه قدرت و امکاناتش علیه دین دارن مبارزه میبرن و این دین داره روز به روز باز زیادتر میشود، پیروانش زیادتر میشوند. این خود دلیل است که خود اسلام دینی بر حق است. در اسلام همه برادر هستند، هیچ فرق بین سیاه پوست و سفید پوست و سیاه پوست نیست، هیچ فرق بین عرب و عجم نیست. اگر اسلام خاصی عرب می بود و خاصی قبیله قریش می بود، ابو لهب دوزخ نمی رفت، ابو جهل دوزخ نمی رفت. ببینید بلال حبشی، پیامبر گفت من صدای پای تو را در جنت شنیدم، مؤذن پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. سلمان فارسی، ای کاش که به این سلمان فارسی می نازیدین. سلمان فارسی وقتی می پرسیدنش که تو پسر کی هستی، می گفت پدر مادری من اسلام است، در صورتی که پدراش از جمله راهبران بود. افتخار دیگه به پدر مادر نمیکرد. ما نمیگیم افتخار به پدر مادر نکنیم، ما نمیگیم که ما تاریخ خدا نخوانیم، نه بخونیم، ولی جزئی تاریخ است. اون چیزی نیست که دیگه این بارا مردم به سوی زردشتیت دعوت کنیم. اگر زردشتیت خوب میبود مردم اسلام قبول نمیکردن و هیچ دین را بالای مردم مجبوری تو نمیتونی بار کنی. تو مرا مجبور میکنی یا تو را مجبور میکنم. من بچه تو را مجبور کردن نمیتونم، بچه تا مجبور میکنم، نبیرت مجبور کردن نمیتونم. هیچ دین را مجبوری بالای یک انسان نمیتونی تو بار کنی. جیل‌های بعدی، نسل‌های بعدی و زنجیرها را میکنن و دین گم میکنن وقتی که دین حق نباشه. اگر یک رویه را بالای مردم بار کرده میتونست، چنگیزخان میتونست. چنگیزخان هر منطقه‌ای را که میرفت میگرفت با خودش یک کتاب داشت به نام یاسو. مردم مطیع انم قانونای خودش میکرد، مردم پیروی دینی خودش میکرد. نتونست با همه این قدرتش. کجا شد؟ کجا دیدی که حال مردم پیروی دینی چنگیزخان باشن یا همون یاسو را بگیرن و با او عمل کنن؟ یا کمی عقل کنین، انصاف کنین، شما از خدا بترسین، شرم کنین. حق خدا نمیترسین. اگر باورم حد اقل همین مردمه که نانی همین مردم هم میخری، با همین مردم میشینی میخیزی، دین همین مردم توهین نکن، قرآن کتاب همین مردم توهین نکن، پیامبر همین مردم توهین نکن و حد اقل که انصاف کنین. الله هدایتتون کنه. ما دعا میکنیم الله هدایتتون کنه. البته همچنانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق ابو جهل و
ابو لهب و عاص ابن وائل و همون دشمنان خود دعا میکرد که الله هدایتشون کنه. این چنین ما دعا میکنیم که الله هدایتت کنه و این چنین امثال شما را هم هدایت کنه. اما اگر لایق هدایت نباشین خداوند هم تا بردارتون، برای که نبودن شما به خیر شماست و به خیر مردم است، به خیر مردم مسلمان است. زیرا شما به احساسات مردم بازی میکنین، مردم دینشون توهین میکنین، تحقیر میکنین، پیامبرشون تحقیر میکنین، توهین میکنین. چی لازم است؟ این فتنه هست. این فتنه در جامعه تاجیک این فتنه هست. تو را باید لجام تا بکشن، متاسفانه نمیکشن. تو فتنه میدوزی، تو توهین میکنی، تحقیر میکنی. اگر به همه اعتقاد از دنیا رفتی باور بکن، اگر همه این مردم تاجیکستان جنازه تا بخونن، اما مفتی سرکده تا دیگر همه همون شورای علما بیاین، یا کمر بالای سرت هم درمون سر قبرت هم اگر قرآن ختم کنن فایدت نمیکنه. اگر فایده میکرد عبدالله ابن ابی ابن سلول فایده میکرد. عبدالله ابن ابی ابن سلول راهبر منافقان، شخصی که رویه سیم راه اندازی کرد تا وی اسلام بود و کفر. وقتی پیامبر مدینه آمد او یک رویه جدید را شروع کرد. ظاهر خودش مسلمان میگفت، مانند که میگه من مسلمان، مرا جنازه کنید، و لکی در باطن علیه مسلمانان مبارزه میبرد و کوشش میکرد که اسلام از بین بره. پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواست از مدینه بیرون کنه. مادر من عایشه را تهمت کرد. چقدر مسلمانان را اذیت و آزار داد. چقدر اذیت. وقتی مرد تا آن وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم از یعنی خداوند به پیامبر اجازه داده بود که بخواهی بخوان جنازه شونه، بخواهی نخوان، و گفته بود 70 بار بخوانی جنازه شونه قبول ندارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که عبدالله ابن ابی مرد، فرزندش نزد پیامبر آمد گفت که بیا بریم جنازه پدرم بخوان. فرزندش بسیار مسلمانی درست بود. من دعا میکنم که اولش هدایت بیاوی، اگر هدایت هم که نیافتی حداقل الله سبحانه و تعالی فرزندایت را هدایت کنه که طرفت نروند. بله، فرزندش فرزندی خوب بود. آمد نزد پیامبر گفت بیا جنازه پدرم بخوان. پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت جنازه‌اش خواندنی. حضرت عمر خبر یافت، آمد گفت ای پیامبر، این عبدالله این منافق است، این کار کرد، این قدر تر اذیت و آزار داد. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت الله برای من اجازه داده است، گفت 70 بار بخوان قبول شد. اگر 71 بار بخونم الله قبولش کنه، من جنازه‌شون 71 بار میخونم. این محبت و رحمتی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. بعد از اینکه پیامبر جنازه‌ش خواند، کرتش هم داد، کرتش هم کفن کردن و در سر قبرش ایستاد. آیت نازل شد که ای پیامبر دیگر هیچ کدام اینها را جنازه‌شون نخوان، در سر قبر اینها نبیسته، در حق اینها دعا نکن، الله اینا را قبول نمیکنه. از این خاطر اگر تمامی مردم تاجیک هم، تمامی همون ژورنالیست‌ها، رفیقا، همکروسات، کلگات، سبوتیلنیکات و تمامی فیسبوک هم در حق اگر دعا کنن، اگر به همین اعتقاد از دنیا روی باور بکن فایده نداره. از این خاطر از خدا بترسین. ای مردمی که امروز به نام زیایی هستین، ژورنالیست هستین، معلم هستین، ما شما را احترام میکنیم. لطفاً درباره دین وقتی که معلومات ندارین نیاین توهین نکنین، دین توهین نکنین، قرآن توهین نکنین. ما مسلمان بودیم، مسلمان میمانیم، نسل ما را مسلمان میمانه. بله، مسلمان میمانه. كتب الله لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز. ما مسلمان بودیم، مسلمان میمانیم. بله، توبه کنین، به سوی الله برگردین. دری توبه باز است. دعا میکنیم الله هدایتتون کنه. خب هم یک چند کلمه بود که اطراف این مسئله صحبت کردیم. متاسفانه امروز هستم به نام بعضی زیایان که باوری مردم در آمده به دین این مردم، به عقیده این مردم، به کتاب این مردم خیانت میکنن. الله هدایتشون کنه. بله.